حکایت بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقاً به زیارت آمد و نماز دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بنده این خاک درند، وانان که غنی ترند محتاج ترند. آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنید که از دشمنی صعب اندیشناکم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. به بازوان توانا و قوت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند آدمی.